دادگاه ولایت ختلان یک زن جوان مژگانه بیگمتووا را با جرم قتل بیرحمانه خوشتامانش به 18.5 سال زندان محکوم کرد و دوگانه او مدینه نور محمدزاده را برای کمک در این کشتار به 17.5 سال روانه زندان کرد. و یک هفته پیشتر از این در ناحیه فیض‌آباد خوشتامان بیبی کلان نظیر و برای به خودکشی رسانیدن کلینش به 7 سال زندان محکوم شد. متاسفانه وقت‌های آخر جنجال‌های خشونتبار میان خوشتامان و کلین افزایش یافته است. سبب و علت‌ها و عامل‌های این کشتار و خشونت کلین‌ها و خوشتامان‌ها چی است؟ این است موضوع برنامه گپی آزاد و مهمانان ما معظمه قادر و وکیل مدافع از خارجی تاجیکستان و مهین بانو دولت و خبرنگار که در این مسئله چندین تحقیقات‌ها انجام داده است. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر به بینندگان که ما را همراهی می‌کنید. و شروع می‌کنیم با سوال اول. اگر در گذشته کلین‌ها خود را به دریا می‌انداختند، می‌آویختند، حتی با کودکانشان، ولی حالا به دست خنجر می‌گیرند. خانم معظمه قادر و از شما شروع می‌کنیم. چرا کار به اینجا کشیده شده است؟ مرحمت. سلام علیکم آقای میرزانبی و به بینندگان شما. خوشتومان ها چطوری که هست همون خوشتومان ماندگی هستند. سالهای سال 20 سال 30 سال پیش خوشتومان ها همون ماندگان و فکر و عقیده آنها نیست چنین ماندگی است. لیکن از سبب اون که تکنولوژی پیشرفته است، اینترنت پیشرفته است، عروس ها یعنی که کلین ها باشد پیشتر رفته هستند. یکی از سبب ها رو من در این میبینم. دوم سبب اون است که آنها از قانون از حقوق خود خبر ندارند. خانم مهین بانو دولت و شما چی نظر دارید در رابطه به همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟ مرحمت. خب اینجا گفتند که مثلا یکی از این ندانستن حقوق خودشون است که زنها نمیدونند که عاقبت خودکشی به چی آورده میرسونند. من فکر میکنم که آنها میدونند به خاطری که از طریق رسانه ها از طریق خبرها میدونند که هر نفری که دست به خودکشی میزند یعنی که به کوچکترین جنایت آنها به جوابداری کشیده میشوند، ولی وقتی که اونها زیر تاثیر سختی روانی قرار میگیرند اونها الکه از اداره کردن خودشون بیرون میشوند و خودشون رو اداره کردن نمیتوانند و فکر میکنم که یگانه راه همین یگانه تسکین دل خودشون همین کار پیش میگیرند. ولی به نظر شما یعنی این راه حل است مگر دست به کار بردن؟ راه حل نیست. ما مثلا هر وقتی که ما صحبت میکنیم و در تجربه هم بود که تا این وقت ما تمام زنهای سطح گوناگون من صحبت داشتم، یگان زن نبود که مثلا در عائله او خشونت نباشد، یگان زن نبود که زندگی او به خشونت مثلا تو سالهای دور دوام کرده باشد. یعنی که این چی را ifade میکنه؟ ifade میکنه که همه وقت خشونت در عائله وجود دارد، ولی تا سطحی که زن به دستکشی و آدم کشی دست میزند، زن به فرزند کشی دست میزند، این خیلی یک دردی سختی هم جامعه است هم زنهای ما است. بله تشکر. حالا تا این لحظه صحبتمون شما نظراتون به طور عمومی بیان داشتید، ولی اگر خانم معظمه قادر و اگر شما خودتون رو به جای خوشتامن گذارید چی میگویید در این وضع خشونت و کشاکشی و این چیزا؟ اگر من خود رو به جای خوشتومان گذارم، یعنی من خوشتومان نشده هستم، اگر که من خوشتومان شدم من کوشش میکنم دخالت نکنم به حیات مستقلانه فرزندان، من کوشش میکنم آنها علاهیده زندگی کنند، یعنی که خویش و تباری من چی از طرف من چی از طرف کلین باشد یا اینکه داماد باشد به آنها دخالت نکنند. یعنی که شما دخالت نمیکنید؟ بله مهین بانو، بله البته شما کلین خانواده هم هستید، از این دیدگاه به این مسئله چی نظر دارید؟ من میخوام که از همون سابقه کاری دارم در اینجا صحبت کنم. مثلا حالتهایی بود که کلین در تاجیکستان، کلین در اروپا است، خوشتومان در تاجیکستان، ولی توانست که تاثیر منفی خود را به زندگی همون پسرش رساند. یعنی که مسافه ها و یک جا بودن و این چیزا فکر میکنم کمتر تاثیر میرساند که به زندگی دخالت کنه، ولی نفری که مادری که من به عزت نفس مادر نمیرسم، ولی که کسی که در ضمیرش همین چیز هست فکر میکنم نوبسته از مسافه ها و تاثیر منفی خودش به عائله میرساند. بله تشکر. اگرچه ما حالا درباره حمله کلین ها به خوشتامان مثال آوردیم، در عمل حادثه های اذیت کلین از طرف خوشتامان هم و نزدیکان داماد خیلی زیاد به چشم میخوره. خانمی جوان که بعضا از خانه پدر بیرون نشده است مستقیما بعد ختم مکتب به شوهر داده می شود.
در آیله نو با او مثل خدمتگار مناسبت میکنند و اگر به پدر و مادر شکایت نماید به او مشورت میدن صبر و تحمل کنند. اخیراً در دادگاه ناحیه فیض‌آباد خشتامانی را برای به خودکشی رساندن کلینش به مدت 7 سال از آزادی محروم کردند. مناری عبدالفتاح خود را به 26 ضربه کار به هلاکت رسانید. همین طریق کلین های زیادی در صحبت با وکیلان مدافع شکایت کردند که خشتامان در خانه نه مثل یک مادر بلکه همچون یک گنرال فرمانده عمل میکنند. شما با این چی نظر دارین؟ مرحمه. من در برنامه خود یعنی که مسئولان دین رو فریاد کرده بودم پیشتر، حتی در دین گفته شده است که کلین رو نباید همچون غلام قبول کنید. یعنی که اگر کلین عهدهدار نیست که خدمت خشتامان و دیگر اولاد شوهرش رو کند، او میتواند تنها خدمت شوهرش رو کند. اگر در همان حالتی که اگر او خدمت کردن نخواهد به شوهرش، میتواند گوید که برای من خدمتگار کار بکن. لیکن در جامعه ما باشد این رو عموما نمیپذیرند. مهمانان، شما به حرف کلین ها که میگویند خشتامانا مثل گنرال در خانواده هستند چه نظر دارید؟ چه میگویید؟ من تا اندازه طرفدار هستم، چون که ما مادران را احترام میکنیم. همه نازو چی گویم، همه نازو چیزی که اونا دارن ما بالای دیده میگذاریم، ولی که حالتهای میشود که از یک چی گویم نقطه نو چیز مثلا اویلا ویران میشود. و شما حالت ها میگویید خیلی به طور عمومی است. میتونید گویید که این حالت ها چی هستند که کار به اینجا کشیده میشد؟ میتونید مثال بیارید؟ اگر ما مثال گیریم، مثلا یک مادر میخواد برای پسرش کلین 18 ساله گیرد، مادر 45-50 ساله، ولی اون میخواهد که همون کلین کردگیش باید در سطح او دانش داشته باشد، در سطح او تجربه کاری داشته باشد. این چیزهایی هستند که به ویرانی اویلا میآورند، میرسونند. مثلا پسر از در میدارد، زنی توی کار نمیتونه، زنی توی عملا نمیتونه، زنی توی تازه کار نیست. همه این چیزا به همین آورده میرسوند که همون پسر از همون گپی پیوندانش، از همون چیزا گویم که به لب میآید و میگه بگذار همین زن ما جواب شدی، اما از همین گپی اولادم خلاص شوم و از همون چی گویم کشمکشی لفظی هم خلاص شوم. این چیزا هستم. فهمو. تشکر زیاد به هر دوی شما و حالا شما رو دعوت میکنم درباره نظر مردم که در همین موضوعی که بحث داریم چی است. توجه شما رو به یک پروسه چیز راهی رادیو آزادی جلب میکنم که در عرفه صحبت حاضر دایر شده است و سپس صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحمت. یا شاید دایده به شوهر نتن، بچه هاشون هم مقصد اویله‌دار نکنن، سراستیمه شده میآیند مقصد میگن که ما کلین میکنیم، ما خمو نشون میتیم، ما رنگ دخترمان، نه که وقتی میبرن گپاشون دیگه میشود. همه ده همین دخترها با وایخش برسن، کار یاد بگیرن، با شوهر بتن ممکنه دیگر فهمی شوی ای برای که یوشی ای اگه ای بچه زویسیمه که موبایل دمی بچهش سوز باشه کلین خشتومان سوز میشه. گپی بچه ای اول دای بچه ای مادرش هم مثال کنید میکنه ایسی زنش خیلی پرابلم چی اساسی یکم کمبودی میشه دو خیلی کمبودی شوه ای طرفی کلین باشه که پسر باشه خیلی صبر طاقت کردم در کار نه که سبکی کنی بعد گپا گوش نکنی خیلی ممکن با یکان کاری چی اویلا ده میشه واقعی های اقتصادی هم خیلی بگم شهوارش کار کنه اگر مثال یا کار نکنه مثال کمبودی ها خیلی اویلا ده میشه واقعی پیش خشتامانو دیگر بودن حاضر ها دیگر هم اکثریت کلین ها یا شن حاضر مثال کاروباری مثال خانه را نمیتونن اخلش یا شاید عقلش مثال نمیگیره در بعضی کارهای زندگی یا خیلی خشتامانی است که عصبش مثال نمیبرداره برای فهماندن کلینه که بچه میروز مثال این خیلی نمیشه این خیلی کردن در کار این خیلی مثال طرز رفتار شیشتن و گفتار حرمت عزت کلان ساله حرمت عزت شوهرش بسیار وقت در باری خشتامانو ای باری خشتامانو جوین وطن بسیار کاراشون ده همه خشتامانو چی میکنن کلینا رو غم میتن یا خیلی بچه و دختر حدش بینود نیستن جهتش یا دیگه بر میکنن خیلی زندگیشون میره ولی که در موبایل کلانا هم با چی هستن
با کدام سبب خام میتن که نخ شما رو؟ خیر این بچه هاشون بسیارشون رشت میبرن بسیار آدم های همی پشتومن ها رشت میبرن بسیار و روی همه زندگی هاشون پرابلم خیلی سر میشه در زندگی هاشون. صحبت سر راهی ساکنان دوشنبه بود و خانم معظمه قادر و نظر شما در رابطه به همین حرفای ساکنان چی است؟ شما چی میگویید؟ رشک میبرن. این رو ببینید اگر که یک خانه پرنده باشد در همون خانه پرنده سیوم پرنده که وارد شد البته به خانه ویران می شود. در تاجیکستان ما هم چنین هست. یکی از سبب‌های اساسی در اون هست که فعالیت ناکامل تشکیلات‌هایی که کار با زن‌ها کار می‌کنند فعالیت ناکامل دارند. این رو می‌خواستم کمک‌های پسیخولوژی رسانده نمی‌شود. در عموم کمک‌های پسیخولوژی رسانده نمی‌شود. این در اروپا در جایی که من استقامت دارم مثلا کمک‌های پسیخولوژی از باغچه‌ها سر می‌شود. در مکتب 3 پسیخولوژ کار می‌کند. 3 پسیخولوژ کار میکنه هر یکش رویه خودش علایده هست است. پسیخولوژی پداگوژی علایده هست است. پسیخولوژی اویلوی علایده هست است. پسیخولوژی شخصی علایده است. لیکن در ما مشاهده کرده نمی شود. اون تشکیلات هایی که کار میکنند بخشش من کم درچه کردن تشکیلات های کار با زنها کار میکنند فعالیت آنها فلج شده است. من چنین گفته میتونم. در نام هست البته آنها گرانت ها میگیرند لیکن فعالیت ترینینگ ها کم هست. تشکر. مهینه بانو دولت و شما به حرفای معظمه چی میگویید؟ نظر شما چی است؟ من پیش از همه نظر ما وابسته به همون و یا گپ زنان اگر وابسته به همون نظری ساکنان بله اونجا بود که مثلا میگد که اگر بچه نخواهد اویلا ویران نمیشه لیکن متاسفانه این چیز نیست و بچه نه همیشه مرد همون همسر نه همیشه میتواند که اویلاش رو اداره کند. در تجربه این چیز نشان داد که مثلا قوه های بیرونه میتواند که همون جهت روانی مرد را دیگر کند و از اویلا دست کشد از زن فرزندش دست کشد بازم به همون خاطر قوه های بیرونه و سبب اساسی دیگری که به همین چیزا میارد این وضع پست اقتصادی است که این چیز پوشیده نیست و هر چیزی که در اویلا سر میزند هر نیزایی که کوچکترین نیزایی که در اویلا میخیزد این همون باز همون وضع بد اقتصادی است که مثلا مرد چیزی لازمه ای که باید روی دسترخوان گذارد زن مرد آورده نمیتواند و این میشه نیزا میارد به جدایی. تشکر. و وابسته به سخنهای اپلای معظمه همین گفتنی هستم که اینا قید کردن که تشکیلات جمعیتی هستند که کاربریشون کمتر است و چند پیشتر تقریبا یک هفته پیشتر یک صحبتی هم در سامانه ما به نشر رسید که زیاده از 2,500 نفر زیر خشونت قرار داشته مراجعت کردن و تقریبا به 1,500 آنها و مصلحت روانی داده شده است. یعنی که کار هست تو لیکن تو اندازه که باید که همین خشونت پست شود یا نیست شود تو این اندازه نظر است. بله یعنی که آمارهای گوناگون حالا وجود دارد و بینندگان ارجمند صحبت رادیوی آزادی گپ آزاد را تماشا دارید که به تشنج افزاینده میان کلین و خشتومن بخشیده شده است. پدیده ای که سالهای اخیر در جامعه تاجیکستان ظهور نموده است. خانم معظمه قادر و کارشناسان میگن که یکی از مشکل دیگری که سبب مناقشه در خانواده تاجیک سر میزند در نبودن مرد خانه یا شوهر میدانند. زیرا وقتی مرد خانه را سراغ میکنند یا در روسیه و یا در قزاقستان است یعنی در غربت است. سوال ما این است که نبودن مرد میتواند باعث ناراضگی در خانه و خصوصا کلین با خشتومن شود؟ مرحمت. بله این 100% درست هست. این یکی از معماها و پرابلم‌های ما در همین هست. در اکثریت متریال‌هایی که من جمع کرده هستم گفتن نمیگذارم در اینجا کدام کشتار شده است در آنجا یا اینکه زن دویم دارن مردها یا اینکه در مهاجرت قرار دارن و این باعث جنگ و جنجال و کشتار نفهمی ها در اویلا می شود. خیلی که شما گفتید نبودن مرد در خانه واقعا هم این چیز هست به خاطر که وقتی که مرد نمیداند که در خانه چی میگذارد و پیوندانش به او چی خبر میرسونند و او همون فکر میکند که چیزی که پیوندان گفتند درست گفتند و او همون منبع میکند و فشار میارد بالای زن برای که خودش نبود چیزی واقعی را نمیداند. تشکر. و یک سوال دیگر به نظر شما
مهمبانو که شما در داخل هستید تا کدوم اندازه نقش روحانیان و فعالان جماعت ها ملاها در حل همین مسئله موثر بوده میتواند تا کدوم اندازه اونا نفوذ داشته میتونن در حل مشکل همین خشتمان کیلین؟ آنها نفوذ بیشتر دارن. وقتی که ما با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد خانم امینه محمدی صحبت داشتیم، اونم همین نقطه را قید کرد که مثلا وقتی که درباره پست کردن خشونت اولیوی اگر از طرف روحانی به همون رسیدگی کنند به همون مشکل، این تیزتر تاثیر میکند در مقایسه با شخصانی که حقوقی هستند. مهمبانو، من بسیار میخواستم که همچون خبرنگار در وابسته به همین مسئله خودت مقاله‌های تحقیقاتی که انجام دادی همین موضوع در چه وضع است؟ اینو میخواستم. وضع خیلی نگران کننده است، چون که هرچند ما می نویسیم، هرچند ما میگوییم، مثلا در نزدیکترین پیوندمون هرچند که ما میبینیم در نزدیکترین پیوندمون ما خشونت رو میبینیم و هر وقتی که میگیم که مثلا مراجعت کنید یا که این خیلی میگه من مثلا 4 فرزند دارم، من چه خیلی میتوانم که شکایت برم از بالای شوهرم یا پیوندون شوهرم، یا که شوهرش میگوید که طاقت کن همش خوب میشود. یعنی که اونا خوب به هر حال من به سوالم پاسخ نگرفتم مهمبانو، یعنی که نقش روحانی و ملاها در تاجیکستان در حل همین مناقشه ها تا کدام اندازه جدی به نظر میرسد؟ فکر میکنم نه، مثلا جامعه ما جامعه سنتی هست و این گپی ملا خوبتر است، نقصتر میرسد، قبول دارن نقصتر، به خاطری که وقتی میگن اوبال است و دیگر چیزا، این چیز علاقه در پسیخولوژی همون و انسان و شدگی است، ثبت شدگی است و میگوید که همین کار نکنم که مثلا ضد دینی من است یا که ضد مذهبی من است. تشکر. معظمه قادر و شما و همین سال چی نظر دارید؟ نظر من چنین است که همون روحانیون ملاها عموما در این مسئله کار نکرده ایستادن. من شخصا مشاهده نکردم در آنها فقط باید زن خدمت کند، خدمت مرد رو کند، یا اینکه سطر و حجاب زنها بیشتر در آنها امر معروف میکنند. اگر که آنها درست میموندن همین حالت ها رو میفهموندن این خوبتر میشه، لیکن این نیست، عموما نیست گفتم ممکن است. نه اپای معظمه من به این چیز راضی نیستم به خاطر که من بیشتر همین مسئله برای که من همین مسئله در بیشتر وای میکنم، صحبت میکنم با همون نماینده های و یا روحانیان، اونا همیشه ترغیب میکنن که زن مقام بالا دارد. در اسلام هم خیلی که معلمه در اول صحبتشون گفتند که مثلا زن عهده‌دار نیست، وظیفه‌دار نیست که خدمت تمام پیوندان شوهر کند. این همه وقت تاکید میکند و مثلا همون ریاست تاکید میکند که این رسونه که زن خدمتگار نیست، اگر کند به خاطر خودش میکند، به خاطر انصاف یعنی چی گویم انصاف نه، به خاطر خودش میکند. خواهد میکند نخواهد وظیفه‌دار نیست که اون مجبور باید کند یا که بله به خاطر احترام میکنند. بله این چیزا تاکید میکنند بله. مهمبانو شما که کلین خانه هستید باره در زندگی خودتون همین حالتی که گفتید پیش آمد؟ به من سوال جواب ندید. تشکر. در مسئله تحصیل و کار دختران چی نظر دارید؟ بعضی افرادی که خود را روشن فکر مینامند میگن که سرمایه گذاری به دختر عملی درست نیست، او شوهر کرده مال بیگانه می شود. در این باره چه میگوید خانم معظمه قادروا؟ بله در این مسئله هم بسیار خوشدومان ها بسیار خشتوار شوهر زید میبرند. اونها نمیخواهند که زن کار کند، یعنی که مبلغ به دست آورد. اکثریت در همین هست، در چنین حالت قرار دارد، یعنی مبلغ خود را داشته باشد، مستقل باشد. این هم یک معمای کلان هست در جامعه ما. بله تشکر. مهینبانو شما چی؟ شما وابسته به این سوال چه نظر داره؟ من نظرم این است که مثلا وقتی که من اویلا برپا کردم، من که تجربه زیاد در اویلا ندارم و چیزی که بیان کردم این از تجربه کاری است. ما با همین بود که مثلا ما کار کنیم، یک جای کار کنیم، یک جای سازیم همین زندگی را و فکر پیوندان شوهرم یا که شوهرم به این چیز زید نیست، اونا برعکس دستگیری میکنم.
بله. در شرح و تفسیرهایی که به عنوان رادیو آزادی از طرف کاربران می آید، اکثرا مردان زنان را گناهکار میکنند. حتی من میتونم چند مثال بیارم که میگن کاری زن در خانه نشستن است، کاری مرد باید در میدان باشد. این به این معنا خیلی زیاد برای ما شرحها میرسد. شما به همین نقطه نظر چی فکر دارید؟ چی میتونید بگویید؟ تا اندازه درست است، به خاطر که اگر ما فرزند را تولید کنیم باید او را تا یک مدت مادر خودش در پرستاری خودش گیرد، خوب است تا یک مدت. ولی اگر وابسته به سطح اقتصادی که حالا به همه معلوم است دو طرف کار کند بهتر است. یعنی که این نیست که مثلا زن باید در خانه شیند، زن باید کار کند، یک گوشه زندگی را به قول ببرد که برای شوهرش مشکلی پیش نیاید. حالا ببینید یک عده زیادی ساکنان تاجیکستان، همونطور که پیشتر در سوال پیشین گفتم، در روسیه هستند. اون در روسیه است، عائله خانواده در اینجاست و بسیار موافق اطلاع کمیته زنان تاجیکستان حالتهای مثلا جداشوی، طلاق، این چیزها در نبودن مرد است، یا که میشنوند که مرد در روسیه باز یک خانواده دیگر تشکیل کرده است. این راه حل دارد به نظر شماها؟ خیلی کوتاه میخواستم معظم خان شما چی میگوید به این مسئله؟ کار کمیته زنان من خیلی سست میبینم. شاید من تنقید کرده ایستاده باشم، با آنها پسند نبیاید. کار کمیته زنان خیلی خصوص میباشد. آنها این رو ببینین، وقتهای اخیر ما فقط مشاهده کردیم، باز برمیگردیم به سطر کار کمیته زنان. نه تنها سطر حجاب رو منع کردن، کار کمیته زنان باید با آنها کار کند. نه درست است، ولی کاری کمیته زنها این نیست که وارد خانه یا بین خوشتامان و کلین شود و حرف بزنه. این که کاری بس چیکار باید کرد؟ این رو ببینید، در خانه‌های عقد نکاح در جایی که من استقامت دارم، پیش از خانه‌دار شدن 2 ماه پیش با اونها ترینینگ درس میگذارن، درس خانه‌داری میگذارن. چطور؟ هم با مرد میگذارن، هم با در ما باشه چنین مشاهده کرده نمیشود. اونها فقط نکاح کردن در وکالت آنها نیست، باید همین ها رو جاری کنیم. من چنین میبینم. بله. یعنی فکر میکنید دخالت دولت در همین مناسبت خانوادگی داخل خانوادگی درست است؟ داخل خانوادگی نه، باید ترینینگ ها تشکیل کرد. اینو معلومات بیشتر گفته گذاشتن، بعد در سمینار باشن. در جاهای قشلاق، در دیوات ها باید ترینینگ ها تشکیل کرده شود از طرف حکومت، از طرف کاربازان، با اونها کارهای فهماندهی گذارن. این دختران جوان، دخترانی که یا جوان پسرانی که در او دههای دوردست هستن، در اونجا کجا ترینینگ میشه و اونا چگونه ترینینگ روند؟ این به این من پیشتر گفته گذاشتم تشکیلات های بسیار تشکیل کار با جوانان تشکیل کرده شده است. آنها دسترس هستند. بله. تشکر. مهین بانو، حالی که ما صحبت داشتیم، شما قبل از صحبتون گفته بودید که از یک ترینینگ آمدید. یعنی که واقعا ترینینگ میتونه روی حل باشه؟ مثلا اگر گیریم که ما توانیم در در سرگذشت یک زنی که زیر خشونت و زیر زورآوری قرار دارد و نشان دادن اذیت و شکنجه او و راه حل او به واسطه همون تشکیلات‌های جمعیتی، شخصان حقوقی، اگر ما این چیز انعکاس کنیم، شاید اون تاثیر گذارد به همون نفری که مثلا چندین سالها زیر خشونت زندگی دارد و تحمل میکند و شاید تا اندازه این تاثیر گذارد تا که باید تواند که تا حقوق خود حمایت کنند. ببینید شما میگوید که تا زمانی که از بیرون یعنی تاثیر نکنند سازمان ها دیگرها، ولی مسئولیت درونی یعنی خودی اون پدر، مادر، خوشتامند، کلین کی اینو مسئولیت به دوش میگیرن؟ این کی پیش میاد این حالت؟ این خیلی سوال است. بله این خیلی چیزی معما است، یک سوال معما است که مثلا در سطح یک خصوص یک خوشتامند چگونه کلین میتواند گوید که من این خیلی حقوق دارم، من این خیلی حقوق دارم، هیچ قبول ندارن، حتی شنیدن نمیخواهند. حالا که زمانه پیش رفتگی از همه چی گویم، هر کس در سطح همون زنهایی که صاحب معلومات هستند و معلومات زیاد دارن، اونا میتونن که خودشون حمایت کنن، ولی باز هم همون تاثیری
همون عامل‌هایی که از سال‌های پیش آمدگی هست ما باید خاموش باشیم. ولی به معنای نیست که تمام خانواده ها در تاجیکستان با این مشکل روبرو هستند. خانواده هستند که خیلی با معرفت هستند و مایه نمونه هستند. و حالا میخواستم در پایان برنامه نظری هر دو شما را خیلی کوتاه پرسم که راه حل همین مشکل را چگونه میبینید خانم معظمه قادرова؟ این رو ببینید، در این راه حل من گفته نمیتونم اگر که ما که گفتیم کروپسیا دیگر شود، برطرف کرده شود، یا اینکه فعالیت های تشکیلات های کاربازان درست مانده شود، در این ما گفته نمیتونیم. یک فعالیت رو گرفته نمیتونیم که اگر که ما همین کار رو کردیم برداشته میشود. شاید این کارها که شد تاثیر خود رو رساند، لیکن نمیتواند پورا از بین. خود مردم باید آموده شود. به این سالهای سال در کار است. 1 سال 2 سال 3 سال که نمی شود این کار رو حل کرده. تشکر. مهینه بانو شما چه نظر دارید؟ مرحبا. بله، با یک مقام و کار یک مقامات یا که یک جمعیت این پرابلم حل نمی شود به هیچ وجه. باید سر اول همون خانواده تصمیم بگیرند که زندگی بهتر رو برای فرزندان خود مهیا سازند. مثلا برای فرماندهی، برای خوبی، چون فرزند وقتی که فرزند بیگانه می رود در اوله، در محیط اوله، اون میخواهد فکر میکنم که با یک راهی خوبی همون مشکل حل می شود و این باید از همون اوله که اونجا وارد می شود از اون اوله سر زند. بعداً باید جمعیت و دیگر چیزا میتواند که تاثیر خوب رسونند. تشکر زیاد. و بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان ما معظمه قادرova و وکیل مدافع از خارج تاجیکستان و مهینه بانو دولت و خبرنگار بودند. تشکر برای توجهتان. اگر برای حل مثبت مسئله پیشنهادی دارید به آدرس ما azadi.org بنویسید. و من میرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.